هرچه علما شما را میگن و ناصحین به شما نصیحت میکنن که این گناه نکنید که خدا ناراض میشه، شما گوش میکنیم من و شما ولی عمل نمیکنیم من و شما، کوتاهی در عمل داریم من و شما، ضعف در عمل داریم، در علم نیست. همه میدانن که دروغ حرامه، همه میدانن که غیبت گناه کبیره، خوردن گوشت مسلمانه، همه میدانن که مردم آزاری و خوردن مال مردم این گناه. چه کسی امروز در ما هست که گناه را متوجه نباشه، حقوق مردم نداند، حق خدا را متوجه نباشه، حقوق اسلام را متوجه کدام یکی از ما که ندانه تا ما تذکر بدیم که حق همسایه، حق خویشاوندان، حق والدین بعضی نوشتن که در رابطه با مادر و پدر صحبت کنیم، کدام یکی که نمیدانه حق مادر و پدر که ما صحبت کنیم و آیه بخوانیم و حدیث بخوانیم. بعضی نوشتن که حق همسران صحبت کنیم، حق زن، حق شوهر، زنان حقشون ضایع بسیاره و بسیاره شوهرها حقشون ضایع. چه کسی در بیان ماست که حق شوهرها ندانه از زنان و چه کسی در بیان ماست که حق زنان متوجه نشه؟ حق فرزندان بعضی گفت صحبت کنید که همه فرزندان به یک نگاه کنید، همه فرزندان شما دختر و پسر به اونا رسیدگی بکنید. کدام یکی هست که ندانه این مطلب را و اینا را متوجه نباشه؟ بی حجابی بعضی میگه از حجاب صحبت بشه، کدام خواهری که متوجه نیست که حجاب اسلامی ضروریه، دستور خداست، پوشش اسلامی، لباس اسلامی. کدام یکی در میان شماست که نمیدانه جواهرش را، آرایشش را جلوی مردان بیگانه ظاهر بکنه ممنوع، جایز نیست، حرامه؟ کدام خواهری که اینا را متوجه نیست؟ همه میدانن. چه کسی از که اینجا باشه متوجه نباشه که دست دادن به مرد نامحرم برای زن حرامه، برای مردم حرامه. هر دو تا غرق میشن در گناه، غرق میشن در معصیت که به نامحرم، زن نامحرم و مرد نامحرم با هم دست بدن. این تماس دست حرامه و خلاف شرع. چه کسی نمیدانه که چشم چرانی و نگاه کردن به مادر و خواهران دیگران جایز نیست؟ همه میدانیم این مسائل ها و یا راه ثواب متوجه نباشیم. مادران، خواهران، برادران، چه کسی که نمیدانه که نماز پایه دینه، اساس دینه، اگر نماز ما قضا کردیم مرتکب گناه کبیره شدیم، مرتکب فسق شدیم، فاسق و انسانه که نماز کاهل نمازی میکنه و نماز را قضا میکنه. نماز مهمه، یک نماز را قضا کردن سنگینه تا برسه به نماز ها قضا بکنه، روزه بخوره، حج نرواد و زکات ندهد. چه کسی نمیدانه زکاتا، احکام زکات را نمیدانه. همه میدانن که ثروت باید سر سال قیمت کرد و از ثروتتون، از اموال تجاری، از دامها دامداری و از محصولات زراعی زکات ندیم. همه میدانن. چه کسی نمیدانه که صدقه فطر چه اندازه و صدقه فطر نمیدهند؟ لحظه همه میدانیم. مشکل ما مشکل علم نیست، مشکل دانش نیست. ما در بیدانشی گیر نکردیم و بی علمی، اما گیر ما چیز دیگر است و او اینه که ما عمل نمی کنیم، اراده نداریم، تصمیم نداریم.